جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یک دهه مورچه ها را دیدن که صحابه ها آن را آتش زدیان. یعنی منطقه‌ای که مورچه های زیاد زندگی میکرده صحابه ها آتش زدیان. فقال من حرق هذه، این خانه ها را کی سوزاند؟ یعنی خانه های مورچه ها را. قلنا نحن، گفتیم که ما سوزاندیم یا رسول الله. قال انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار. گفتن که جایز نیست که با آتش عذاب دهد مگر هم صاحب آتش، یعنی غیر الله تعالی دیگرها حقی با آتش سوزانیدن یگان مخلوق را ندارد. روایت ابو داود و امام نووی این حدیث را صحیح گفتند. یعنی این حدیث دلالت به مهربانی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم و این حدیث دلالت به مهربانی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم میکند حتی به حیوان ها و حشرات، یعنی از سوزانیدن آنها منع کردند. اصلا از کشتن مورچه هم نهی کرده بودند، الا اگر ضرورت باشد، مورچه ضرر میرسانیده باشد، به طریق داروها دیگر چیزهایی که مانند سوزاندن نباشد کشتنش اجازت است.